سلام. سلام. به توک خوش اومدید. توک یعنی تکیه کن. خیلی رو راست اگه بخوام باشم، به خاطر سبک زندگی که ما ایرانی‌ها داریم متاسفانه کیفیت زندگیمون هم افت داشته و اگر این سبک زندگی منجر به یک بیماری بشه، کیفیت زندگیمون افتش چند برابر بیشتر میشه. اگر شما کیفیت زندگی بالاتری داشته باشین، قطعاً ارتباطتون با خودتون، با محیطتون و با خانواده‌تون بهتر شکل میگیره و این باعث میشه زندگی با سلامتی و با حس بهتری انجام بدیم. هممون به واسطه دنیای پر از اطلاعات امروز کلی از سبک زندگی ها اطلاع داریم و میدونیم که باید زندگیمون رو بهتر کنیم، تغییر بدیم یه سری چیزا رو. اما قبل از شروع تغییر بیاین اول یه بررسی از خودمون داشته باشیم که ببینیم کجای کار هستیم و بعد شروع کنیم به تغییر دادن سبک زندگیمون. پس با من همراه باشین تا 5 تا از مهمترین آزمایش‌هایی که هر 6 ماه یک بار باید انجام بدین رو بهتون معرفی کنم. اولین آزمایشمون CBC Complete Blood Count یا شمارش سلولای خونی. سحر یه خانم 40 ساله است که 2 تا فرزند داره که یه مقدارم اضافه وزن داشته و با اینکه عمل بایپس معده انجام داده نتونسته به اون وزن دلخواهش برسه. جدیداً هم خانواده بهش پیشنهاد ورزش داده ولی اونقدر ضعف و بیحالی داشته که نتونسته به این راه حلم رجوع کنه. متاسفانه خانواده به سحر انگ تنبلی و بیحالی میزنه، در صورتی که اون بعد از اینکه تایم ورزشش تموم میشه با اینکه همه سرحال و شاد و پر انرژی هستن ولی اون خیلی احساس ضعف و خستگی میکنه و نمیتونه ادامه بده کارشو. از قضا یه روزی گذر سحر خانوم به آزمایشگاه میفته و تو لیست آزمایشایی که باید انجام میداد آزمایش CBC هم بود. ما ازش آزمایش گرفتیم و تستشو به دستگاه دادیم، آزمایششو به دستگاه دادیم و متاسفانه متوجه شدیم عدد هموگلوبین خونش 7 که عملا نزدیک به عدد بحران هستش و سریعا باهاش تماس گرفتیم و اطلاع دادیم که بیا و آزمایشتو به پزشک نشون بده. ایشون با کمک یک پزشک متخصص اول با گرفتن پکسل یا کیسه خون و بعدش با گرفتن مکمل‌های آهن خودشون رو درمان کردن. ببینید هموگلوبین نقش اصلی توی RBC ها، سلولای خونی، تو انتقال گازهای خونی رو داره و اینجا خانواده سحر متوجه شدن به جای برچسب تنبلی میتونستن با انجام یک آزمایش متوجه بشن که مشکل ایشون چیه و جلوی عوارض بیشتر رو بگیرن. سحر چند ماه بعد اومد آزمایشگاه، دوباره آزمایش داد و این دفعه هموگلوبینش عدد 10 بود، نزدیک به رنج نرمال و قشنگ کاهش وزن درش علائمش مشهود بود و خیلی سرحال با انرژی بیشتری اومد و آزمایشش رو انجام داد. CBC آزمایش خیلی مهمه. شما با انجام CBC سطح سلولای سفید خون که ممکنه تو عفونت‌ها بالا بره، سطح سلول‌های قرمز خونتون، سطح هموگلوبین خونتون و پلاکت خونتون و همینطور کلی ریز جزئیات رو متوجه میشین. پس CBC رو جدی بگیرین. FBS یا Fasting Blood Sugar قند خون رو بعد از 8 تا 12 ساعت ناشتایی بررسی میکنه. بی‌تعارف بگم ما ایرانی‌ها به خاطر مدل غذا خوردنمون خیلی مستعد دیابتیم و آخرین آماری که اگر اشتباه نکنم 5,500,000 نفر 20 ساله تا 70 ساله ما در ایران دیابتیک داریم. حالا جالب اینه که 30% افراد دیابتیک نمیدونن که دیابت دارن، پس این آمار تقریبا تا 7 میلیون نفر هستش و سالانه هم 50,000 نفر فوت به علت بیماری دیابت داریم. برای مراسم بزرگداشت رفته بودیم یک جایی، بعد در حین مراسم یک آقایی غش کرد و
بعد از اینکه دیدن طولانی مدت شده و نمیتونن به هوش بیارن، زنگ میزنن به اورژانس و ایشون رو راهی بیمارستان میکنن. ایشون حسن آقا بودن، یک فرد 50 ساله که متاسفانه بعد از اینکه راهی بیمارستان شدن، همکارمون متوجه شدن که قند خونشون خیلی پایینه، افت شدید قند خون دارن و با استفاده از سرم‌های قندی ایشون رو استیبل کردن و بعد از اینکه ایشون بستری شدن تو بیمارستان فهمیدن که به شدت قند ناشتاشون بالاست و تغییرات زیادی تو قند خونشون دارن و بیماری دیابتشون تشخیص داده شد. مثل اینکه حسن آقا قبل از اینکه این اتفاق بیفته قبلا هم دچار این ضعف و بیحالی شده بود که با خوردن غذا عملا صورت مسئله رو پاک میکرد و همین باعث شد که دیابتش پیشرفته تر بشه و آسیب بیشتری ببینه. چند وقت بعدش من ایشون رو دیدم از عینک داره استفاده میکنه. متاسفانه چون نادیده گرفته بود این بیماری رو، حتی دیابت به چشمشون هم آسیب زد. دیابت یک بیماری نیست، یک مولد بیماریه، یک مادره، یک اختلالیه که بیماریای دیگه ازش به وجود میان. شما اگه دیابت داشته باشین تمام ارگاناتون درگیر میشن، چشمهاتون، کلیه‌هاتون، قلبتون و حتی پوستتون هم درگیر میشه با این بیماری. توی صحبتم با حسن آقا یه چیز جالب فهمیدم. ایشون یه عادت غذایی داشتن که هممون داریم عملاً. ایشون چای میخوردن، خیلی زیاد چای میخوردن و حتما همراه چایشون باید قند سفید میبود و نمیخوام طولانیش کنم ولی FES رو جدی بگیرین، قند رو جدی بگیرین و اگر حالت ضعف و بیحالی داری که با خوردن غذا برطرف میشه، اون ضعف هم خیلی شدیده، حتما FES رو جزو آزمایش‌های 6 ماهتون قرار بدید. FES نرمال از 90 تا 110 هستش. شماره 3 لیپید پروفایل یا بررسی چربی‌های بدن. ما تو این تست توتال کلسترول یا کلسترول کامل بدن، تام بدن، تریگلیسیرید و HDL که چربی خوب یا کلسترول خوب هست، LDL که کلسترول یا چربی بد هست رو بررسی میکنیم. چرا اصلا چربی ها رو بررسی میکنیم؟ شاید واسه شما اتفاق افتاده باشه وقتی که شما یه غذای سرخ کردنی درست میکنین، سفارش میکنن که بهتره این روغنی که مونده، روغن مازادی که داره، بذارین خنک بشه و توی سطل آشغال بریزین، توی سینک خالیش نکنین. این علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی شما چربی رو میریزین داخل سینک، این وقتی داخل لوله فاضلاب میره، یک لایه نازکی از چربی چون آب دوست نیست میچسبه به اون لوله. دفعات بعدی که این اتفاق میفته باز هم لایه به لایه روی این لوله میچسبه و بعد مدتی رسوب میکنه و به یک جایی میرسه که دیگه آبی از اون سینک خارج نمیشه و فاضلاب نمیتونه راه خروجش رو پیدا کنه. آیا تو این حالت میتونیم بگیم چربی بد بوده؟ یا اینکه ما به خاطر استفاده مازاد از چربی بیش از اندازه از اون روغنه باعث شدیم که همچین اتفاقی بیفته؟ اگه تو این مثال روغن رو کلسترول در نظر بگیریم و اون لوله ها رو رگ های بدن در نظر بگیریم، اگر ما کلسترول مازاد داشته باشیم امکان داره که رسوب کنه در رگ های بدن. ولی آیا میتونیم بگیم کلسترول چیز بدیه؟ قطعا نه، چون کلسترول حداقل فانکشن و عملکردی که داره اینه که پیشساز هورمون های جنسی ما هستش و کلی هورمون های دیگه که تو ترکیبشون کلی نقش داره و همینطور توی قشای سلولی همه سلولا نقش خیلی مهمی داره. تریگلیسیرید بالا هم میتونه نشونه خیلی چیزا باشه، مثل کبد چرب، مشکلات متابولیک، مقاومت به انسولین و اگر خیلی بالا باشه، مثلا بالای 500 باشه، احتمال التهاب لوزالمعده یا پانکراتیت بیشتر میشه. HDL که معروف به چربی خوب در آقایون باید بالاتر از 45 و در خانوم ها بالاتر از 55 باید. LDL اما چربی بد هستش و باید کمتر از
C باشه. نرمال کلسترول باید زیر 200 و تریگلیسیرید باید بین 50 تا 150 باشه. بعضا تا 200 هم قابل قبول هست، تو رنج نرمال قرار میگیره. ببینید بالا بودن چربی بعضا بی علامته و به خاطر اینکه چند تا ارگان مهم مثل قلب و کبد رو ممکنه درگیر کنه، تو لیست آزمایش‌های 6 ماهمون قرار میگیره. شماره 4 KFT یا Kidney Function Test. تست عملکرد کلیه هست که تستای معروفش بیوئن یا اوره خون و کراتینین هستش. شما یه مأمور رو در نظر بگیرین که وظیفه‌اش جمع کردن خلافکارا و کلاهبردارا از یک جامعه هست و تا زمانی که مأمور کارشو درست انجام بده یا پلیس کارشو درست انجام بده، همه چی روال، جامعه ثبات داره و مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر اتفاقی واسه این مأمور بیفته، یواش یواش شل بگیره کارشو، مردم بعد یه مدتی میبینن جامعه شده پر زورگیر، خلافکار و اینکه از ثبات خارج شده. این دو حالت داره، یا اون مأمور خسته شده، پیر شده، دیگه حرفش برو نداره، یا اینکه یک منبع بیرونی داره یه فشاری بهش وارد میکنه که چشم‌پوشی کنه از خلافکارا. همین مثال برای کلیه هم اتفاق میافته. کلیه مثل یک مأموری هست که باید مواد دفعی بدن که مهمترینش اوره و کراتینین هستن رو از بدن خارج کنه و دو حالت داره، یا اینکه خودش آسیب میبینه مثل بیماری دیابتی که گفتم، یکی از ارگان‌هایی که بهش آسیب میرسه کلیه ها هستن که باعث میشه که عملکردش خوب انجام نده، یا اینکه فشاری بهش وارد بشه. اونایی که بیماری فشار خون دارن، یکی از اعضایی که به صورت جدی آسیب میبینه کلیه هست. بنابراین برای حفظ کلیه هامون و ایجاد ثبات و تعادل تو بدن، تست بیوئن کرات هم جزو تست‌های 6 ماه ما هستن. بیوئن یا اوره خون در حد نرمال باید بین 7 تا 20 باشه. کراتینین اما توی خانم ها از 6 دهم تا 1 و 1، در آقایون از 7 دهم تا 1 و 3 نرمال هستش. حالا من یه سوال ازتون دارم، چرا نرمال کراتینین توی آقایون بیشتر از خانم ها هستش؟ اگر جواب این سوالو میتونین تو کامنت ها برام بنویسید. پنجمین و آخرین مورد از تستای 6 ماهمون LFT هستش یا Liver Function Test. کبد ما مثل کارخونه خیلی پیشرفته هستش. فاضلابش که صفرا باشه برای هضم چربی‌ها مفیده و نقش اصلی کبد متابولیسم داروها و سموم هستش و حتی ذخیره قند به صورت گلیکوژن داخل کبد. پاک کردن موادی مثل داروها، الکل و متابولیسم بعضی از پروتئین مهم خوب مثل آلبومین از نقش‌های اصلی کبد. آسیب به کبد رو کل بدن اثر میذاره. LFT معمولاً آزمایش‌های AST، ALT و آلکالین فسفاتات که اختصارش ALP هستش انجام میشه و اگر حالا به دید پزشک چند تا تست دیگه مثل بیلیروبین بهش اضافه میشه. بعضی از پزشکا برای جوش صورت هم آزمایش کبدی میخوان و LFT رو تو نسخهشون مینویسن و این نشون دهنده اینه که کبد چه تأثیری توی متابولیسم چربی‌ها داره. معمولاً بیماری‌های کبدی نمود بیرونی خوبی دارن، مثلا جوش صورت یا اینکه زرد شدن رنگ پوست که بعد از این اتفاق اون فرد بیمار به پزشک مراجعه میکنه، ولی بعضی وقتا مثل کبد چرب علائمش مخفیه و اگر پیگیری نشه باعث میشه که یک بیماری مزمنی اتفاق بیفته. با انجام این تست تشخیص بیماری نهفته‌ای مثل کبد چرب، مثل هپاتیت، مثل بیماری‌های صفراوی احتمالش خیلی بالاتر میره. رنج نرمال ALT 7 تا 56 هست، رنج نرمال AST 10 تا 40 هست و رنج نرمال آلکالین فسفاتاز که اختصارش ALP هست 44 تا 147 است. خب این ویدیو تموم شد. امیدوارم در ادامه بتونم مطالب بهتر و کاربردی‌تری رو باتون به اشتراک بذارم. سلامت باشین و حامی خودتون و اینم یادتون باشه توک یعنی تکیه‌گاه.